بیمارخانه مرکزی ناحیه وحش بعد تعمیر و برقرارسازی که با تشبث حکومت جمهوری و شریکان رشد مورد استفاده قرار داده شده است، بهترین شرایط را برای سالمی جامعه و کارمندان ساحه تندرستی فراهم نموده است. سرکرده از شعبه کودکانه تا عملیاتخانه که جراحی ها به طور فوری و نقشه‌ای صورت میگیرد، تجهیزات معاصر طبی مجهز گشته زیاده از 100 نامگوی تجهیزات نصب گردیده است. طور متخصصان مؤسسه طبابتی اطلاع می‌دهند در نتیجه شرایط فراهم گردیدن حالت‌های وزنین حامله‌داری زنان پیشگیری کرده می‌شود. برای کودکان نوزاد و یا نارسید که حالت وزنین دارند، تجهیزات کوویز کاردیو مانیتور که سال قبل مشکلات اساسی بود جهازانیده شده است. عین زمان 7 عدد کوویز 12 لامپه‌های گرمایدهی و دیگر دستگاه‌ها نصب گردیده است که کارمندان طب برای برقرارسازی سلامتی کودکان در حالت‌های ضروری استفاده می‌نمایند. مرکز سلامتی که نوبنیاد است و در عرفه به استفاده سپردن می باشد از 2 آشیانه عبارت بوده. کارهای ساختمانی به طلبات استانداردهای دولتی جوابگو می باشد. این مؤسسه طبابتی برای حفظ سالمی مادر و کودک راه اندازی گردیده است که بعدی به استفاده سپردن متخصصان مرکز سالمی ریپرودوکتیوی فعالیت را در اینجا ادامه می دهند. عین زمان که کارهای ساختمانی پوره انجام یافته است، یک قطار دستگاه‌های ضروری طبی، موادهای دارویی و دیگر تجهیزات ها دسترس گردیده است که بعدی به استفاده سپردن مرکز سلامتی در تمام حجره ها نصب کرده می شود. شرایط خدمت رسانی نسبت به سالهای قبلی در بیمارخانه رقم 3 واقع در جماعت زرنسار ناحیه وحش خوب ارزیابی می گردد و متخصصان مؤسسه ضمن صحبت ابراز داشتند که 3500 زن قابل تولد در قید بوده و 80 زن فرزندان سالم تولد نمودند. این طبابتگاه از سال 2003 تا این مدت به اهالی جماعت شهرک خدمت می رساند و چنان ذکر شد در شعبه تولد 10 کت خواب موجود بوده و در عموم 40 کت خواب در شعبه امراض درونه و کودکانه به پورگی فعالیت می نماید. واقعا سالهای آخر دستاورد و نوگانی ها را می توان مشاهده نمود در ساحه تندرستی ناحیه وحش با دسترس نمودن تجهیزات معاصر، برقرارسازی مؤسسه های تندرستی، صقل دادن دانش متخصصان، فعالیت مؤسسه های طبی بهتر گشته ایستاده است. این از آن شهادت می دهد که دستگیری و توجه دولت و حکومت سال سال زیاد می گردد و تنها از کارمندان ساحه تندرستی مسئولیت بلند کاربری را تقاضا می نماید.